تحفه میلیونی نغمه برای کرکتبازان کشور. بار دیگر نغمه از خود قهرمانی نشان داد. تحفه نقدی نغمه برای ورزشکاران کرکت کشور. نغمه در کدام کشور زندگی می کند و چی مقدار پول برای این ورزشکاران عطیه کرد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. بانو نغمه یکی از قهرمانان شجاع، موفق و از جمله هنرمندان تاریخ ساز در هنر موسیقی افغانستان است که از جمله اولین هنرمندان کشور به حساب می آید در هنر موسیقی افغانستان. نغمه از سن نوجوانی تا کنون بیشتر از 50 سال می شود به طور مسلکی و حرفه‌ای به هنر موسیقیش ادامه می دهد. وی در کشور امریکا زندگی می کند. از همسر اول و دومش جدا شد. نغمه بعد از آن که به امریکا سفر کرد و کارهای هنریش مانند قبل می پردازد. وی رقیبان و حمایتگران خاص در هنر موسیقی افغانستان دارد. نغمه در کشور پاکستان و دبی خانه‌های بزرگی دارد و در امریکا سرمایه خوبه. نغمه باری دیگر ورزشکاران کشور از جمله کرکتبازان را حمایت و تشویق گسترده‌ای کرد و برای این جوانان مبلغ $100,000 آمریکایی پول نقد هدیه کرد. این همه در حالی است که بانو نغمه مدت می شود کاملا از پرده رسانه ها و هنر موسیقی به دور است، ولی ما تیم ملی کرکت کشور را از صمیم قلب حمایت کرده و آرزوی افتخارات و کسب جام‌های جهانی برایشان آرزو داریم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان بانو نغمه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.